همین آقای حمید رضا پهلوی دوست بود با این فلور آقاسی دیگه مال مربوط به چیز میشد بارها. قابل توجه، لطفاً این بولتن را پس از مطالعه در بایگانی محرمانه ضبط فرمایید و یا آن را معدوم کنید. رادیو پیک ایران ساعت 7:30 روز 12 اسفند ماه 1339. چندی قبل جراید ایران اطلاع دادند که زنی در خیابان بهار به نام ایران یا فلور آقاسی به قتل رسیده است. ایران 2 ماه آبستن بوده و همه شواهد نشان می‌دهد که قتل برای جلوگیری از تولد فرزند انجام گرفته است. همه این قرائن و آثار نشان می‌دهد که این قتل یک قتل عادی نیست. دست مقامات بالاتر در کار است. مخبرین ما از تهران خبر می‌دهند که بازیگر این صحنه جنایتبار شاپور حمیدرضا برادر محمد رضا شاه است. فلور از حمیدرضا آبستن بود و 2 ماه از آبستنی او می‌گذشت و با تولد بچه خواه ناخواه پای فلور به خانواده سلطنتی باز می‌شد. بعد میگن که سعدالله که نوکر خونه این بوده، این سعدالله اینو زده کشته، در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده. سعدالله نقشی نداشته. مقارن اعلام متهم نمودن والا حضرت شاپور حمیدرضا در قضیه قتل ایران حاج میرزا آقاسی معروف به فلور، نامه‌هایی که با ماشین تحریر نوشته شده اند به جراید واصل گردیده. پس چرا جراید ضمن ذکر نام کلی کسانی که هر یک به نحوی از آنها در این ماجرا کوچکترین دخالتی داشته اند از ذکر نام کسی که برای فلور منزل اجاره نموده و اتومبیل خریده اسمی نبردند؟